بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. محمد حامد علمی هستم، مدیر مسئول عمومی اکادمی هنوم. دوستان عزیز، شما قسمی که در جریان هستین، کمال و جمال ما در زندگی از اثر مطالعه نمودن است. یعنی شخصی که مطالعه میکند درخت با ثمر باری هست، ولی شخصی که مطالعه ندارد درخت بدون ثمر می باشد. پس توصیه من برای جوانان و تمامی ملت ها این است که شما مطالعه داشته باشین تا فهم و درک شما بالا برود و به مقام و منزلتی را که در دنیا و آخرت خاص دارین به اونا برسید. تشکر. استاد، کسایی که در اول میخواین کتابی را انتخاب کنن به خاطر مطالعه، کدام کتابا را برشان پیشنهاد میکنید؟ خب به خاطر اینکه شما در جریان هستین که در بخش مطالعه ذهن و فکر انسان که باز میکنن بخشای کتابای علوم دینی است. ما خب اول قرآن پاک باید بخوانیم، همیشه تلاوت داشته باشیم. با تعقیبش کتابای علوم دینی ما میتونه که ذهن و فکر ما را آرام بسازه تا بتانیم یک مطالعه درست داشته باشیم. باز بعد از میشه که در علوم دیگر ما دسترسی پیدا بکنیم و مطالعه داشته باشیم و معلومات حاصل کنیم. تشکر. سلامت باشید.